سلام آقا، عصرت بخیر. سلام سلام. نمیدونم بچه ها چرا انقدر دیر میان حالا. من یه مرور میکنم از جلسه پیش، که حالا اگه کسی هم مونده عضو بشه، بعدش حالا این جلسه رو ادامه میدیم. خب اول اینکه سوالی در مورد جلسه پیش ندارید، البته واضح و حالا چیز خاصی نگفتیم، ولی خب اگه هنوز ابهام یا مسئله تو ذهنتون هست بگید. منم یه مرور کوچیک میکنم. اوکی. خب ما جلسه پیش حالا مختصر در مورد برنامه نویسی صحبت کردیم، اینکه مفهوم و کانسپت پروگرامینگ در واقع به چه چیزی میگن، و خیلی ساده گفتیم که اینکه ما به کامپیوتر بفهمونیم که چه چیزی میخوایم و یک کاری رو چجوری انجام بده، اصطلاحا بهش میگیم در واقع پروگرامینگ یا همون برنامه نویسی. خب و یک سری مثال حالا با هم صحبت کردیم، اینکه منظورمون از در واقع دستورالعمل ها چیه، اینکه ما چجوری یه چیزی رو به کامپیوتر بفهمونیم، و گفتیم که در واقع یک سری سلسله مراتب داره، ما قدم به قدم یک سری دستور میدیم بهش و کامپیوتر هم مطابق با اون چیزی که ما ازش خواستیم میره جلو، نه یک خط بیشتر نه یک خط کمتر، نه یه دستورالعمل بیشتر نه یه دستورالعمل کمتر. و خب طبیعتا اگه خروجی ما در واقع اون چیزی نیست که انتظار داریم از سیستم، تقریبا 90% برمیگرده به اینکه خب حتما اون قدم هایی که رفتیم، اون دستورالعمل هایی که به سیستم دادیم درست نبوده. اصطلاحاً به این قدم ها و دستورالعمل ها که مرتبه در واقع مرحله به مرحله و قدم به قدم به سیستم میدیم، بچه ها بهش میگن الگوریتم. خب یا در واقع همون انگلیسیش هم میشه الگوریتم. به همون استپ هایی میگم، به اون قدم هایی که میگم ما به سیستم میگیم خب حالا این کارو بکن، بعد که اینو انجام دادی فلان کارو انجام بده، بعد از اون بیا از خروجی مرحله قبل بیا برو و این کارو انجام بده، همینجوری الی آخر تا زمانی که به انتهای برنامه میرسیم و اون جایی هست که ما نتیجه‌ای که ازش میخوایم رو در واقع از کامپیوتر یا از اون سیستم دریافت میکنیم. این در واقع تعریف خیلی ساده از در واقع پروگرامینگ و الگوریتم نویسی یا همون برنامه نویسی بود، که حالا جلسه پیش من مختصرا در موردش توضیح دادم. جلسه امروز بچه ها، حالا باز میگم هنوز اوایل آشنایی با برنامه نویسی هست، من سعی میکنم حوزه هایی که در واقع ما داخلش میتونیم به صورت یک برنامه نویس، یک پروگرامر فعالیت کنیم و امروز خدمتتون توضیح میدم. حالا شاید برای بعضیتون تکراری باشه، شاید هم نه، ولی خب لازمه کار هست. حالا اگه کسی نمیدونه تو این حوزه ها آشنا بشه و اینکه توی هر حوزه ما از چه زبون برنامه نویسی استفاده میکنیم. بعد از اینکه اینا تموم شد، من یک کوچولو در مورد کاتلین صحبت میکنم، اینکه زبون کاتلین چی هست و کی به وجود اومده و چه مراحلی رو طی کرده که الان به اینجا رسیده و در واقع یکی از زبون‌های پرطرفداری هست که ازش استفاده میشه، به خصوص تو حوزه برنامه‌نویسی اندروید. خب اگه اجازه بدین با همون مفهوم اولش شروع کنیم که اولا ما در برنامه نویسی در واقع چه حوزه هایی رو داریم و کجاها استفاده میشه. حالا من برای راحتی توی همین وردم بنویسیم کفایت میکنه، فرقی نداره. خب برنامه نویسی یا پروگرامینگ در واقع میشه گفت حوزه های متنوعی داره. یکیش و شاید بگم مشهورترینش میشه همون برنامه نویسی در واقع تحت وب. خب برنامه‌نویسی تحت وب چیه؟ همین در واقع صفحه های اینترنتی که شما مشاهده میکنید، همشون به صورت در واقع یک کدی پشتشون هست و هر چیزی که شما توی وب میبینید، چه میدونم مثلا من سرچ کنم کاتلین، کلیه صفحه هایی که اینجا باز میشه، اینا رو یک یا تیمی از برنامه نویسان نشستن و هندل کردن، که بهش میگن برنامه نویسی تحت وب یا وب پروگرامینگ. انگلیسیش هم بخوام بنویسم میشه
وب پروگرامینگ. خب خود وب پروگرامینگ بچه ها خودش میشه تقریبا، آره میتونم بگم دو دسته. یکیش بهش میگن حوزه اصطلاحاً فرانت اند. حوزه فرانت اند چی هست بچه ها؟ در واقع هر آنچه که شما در یک وبسایتی، در یک صفحه اینترنتی مشاهده میکنید، مثل این متنی که وجود داره، مثل این دیالوگی که اینجا باز میشه، عرضم به خدمتون که این دکمه‌ای که اینجا وجود داره، این متنی که اینجا نوشته شده، عکسی که اینجا هست، این که من اسکرول میکنم میام پایین، مثلا موسو میذارم روی این آیتم و اطرافش سفید میشه و هر آنچه که اینجا وجود داره، همه اینها رو برنامه نویسای حوزه فرانت اند در واقع وظایفش رو به عهده میگیرن و اونا رو هندل میکنن. اونا مثلا تصمیم میگیرن خب الان من روی این دکمه سرچ که زدم چه اتفاقی بیفته، یا وقتی که مثلا صفحه رو رفرش میکنم چه کارهایی دوباره باید انجام بشه. مثلا این کاتلینه بیاد اینجا، اولا اینکه من میتونم مثلا روی این کاتلین کلیک کنم یا نه، و چیزهای مختلف دیگه که حالا توی بحث ما نمی گنجه و خب تخصصی تر میشه، ولی به صورت خیلی ساده همونطور که از اسمش پیداست، هر آنچه که در روبروی شما به عنوان یوزر قرار میگیره بهش میگیم در واقع حوزه فرانت اند. توی حوزه فرانت اند ما زبان‌های برنامه‌نویسی زیادی داریم، ولی من سعی می‌کنم در واقع به اونایی که خیلی مشهورن اشاره کنم. مشهورترین زبان برنامه‌نویسی که اینجا استفاده میشه در واقع بهش میگن جاوا اسکریپت. خب جاوا اسکریپت زبان برنامه‌نویسی. اولا اینکه حالا درسته اینجا کلمه جاوا رو داریم، ولی خب این هیچ ربطی به زبان جاوا نداره، که حالا بعداً اگه حوصله شد بهتون میگم حالا دلیل این اسم گذاری چی بوده. به هر حال بگذریم. جاوا اسکریپت یکی از محبوب ترین و پر استفاده ترین زبانی هست که در حوزه فرانت اند استفاده میشه، همون چیزی که بهتون نشون دادم. یک سری چیزای دیگه کنارش استفاده میشه، منتها حواستون باشه که زبان برنامه‌نویسی نیستن، مثل HTML و خب CSS. حالا خیلی ساده بخوام بگم، مثلا HTML میگه خب تو صفحه‌مون چه چیزایی داریم، CSS میگه که حالا این چیزها رو چطوری نمایش بدیم، رنگش چی باشه، سایزش چی باشه، عرضم به خدمتتون که چجوری کنار هم چیده بشن و ولا غیر. و عرضم به خدمتتون که حالا جاوا اسکریپت به عنوان موتور این سایت ما عمل میکنه در حوزه فرانت، که خب این اجزای مختلف صفحه من چجوری با هم تعامل داشته باشن، چجوری کنار هم چیده بشن و چیزهای مختلف دیگه، مثل کارهای منطقی که ممکنه اون پشت انجام بدیم. فرضاً من این دکمه رو میزنم، خب شاید لازم باشه که یک سری کار انجام بدم و خب اینا رو میتونم با استفاده از همون جاوا اسکریپت هندل کنم. این به صورت خیلی ساده میشه حوزه فرانت اند. آیا همینجا در واقع بسته میشه؟ نه، ما زبان‌های دیگه‌ای هم داریم که تو حوزه فرانت اند میتونیم باشون کد بزنیم. مثلا یکیش میشه همین کاتلین. البته فکر کنم هنوز استیبل نشده، اصطلاحاً بهش میگن کاتلین JS. در واقع یه نوع سازگاری و اینتراپرابیلیتی بین در واقع جاوا اسکریپت و کاتلین هست که شما کد کاتلین مینویسید، ولی اون زیر در واقع به توسط کامپایلر کاتلین تبدیل میشه به کد جاوا اسکریپت و روی سیستم اجرا میشه. خب این میشه حوزه در واقع فرانت اند. خب تو این حوزه بچه‌ها ما حالا فعلا به فریم ورک ها اشاره نمی کنم، حالا ممکنه یکم گیج کننده بشه براتون، بعداً توضیح میدم در ادامه دور. این شد حوزه اولی که تحت در واقع عنوان وب پروگرامینگ قرار میگیره. حوزه دومی که در برنامه‌نویسی تحت وب مورد استفاده در واقع خیلی کاربرد داره و میشه گفت بدون وجود این فرانت اند ما به هیچ دردی نمیخوره، اصطلاحاً بهش میگن حوزه بک اند. خب بک اند چیه بچه ها؟ شما میتونید تصور کنید که فرانت اند مثل در واقع اگه به یه آدم تشبیهش کنیم، میشه اون گوش و چشم، در واقع پوست و مو و چیزایی که میبینیم و حرکت هایی که آدم ها انجام میدن و مغز آدم و اون چیزی که به اینا دستور میده که دقیقاً چه چیزی اتفاق بیفته، اون منطق کار، اون در واقع مرکز تصمیم گیری، میشه همین حوزه بک اند. خب چیزایی که ما روی سایت داریم، خب اشاره کردیم که اینو میشه حوزه فرانت اند. اما حالا این که ما فرضاً میگم به یه قسمت سایت آیا میتونیم دسترسی داشته باشیم یا نه،
اینکه آیا ما ورود کردیم به این سایت، ثبت نام کردیم نکردیم، چه میدونم یه محصولی رو خریداری کردیم نکردیم، اصلا مشخصات من به عنوان یک کاربر این سایت چی هست، آیا من قبلا ثبت نام کردم، اطلاعاتی ثبت کردم، چه میدونم عکسی برای خودم گذاشتم، اسمی انتخاب کردم یا هر چی. همه اینها بچه ها نیازه که در واقع یه جا مدیریت بشه، روش منطق اجرا بشه و خیلی جاها امنیت برای ما مهمه، نباید این داده ها دست هر کسی بیفته. همه اینها وظیفه برنامه نویس سمت بکنده که اینا رو هندل کنه. یعنی به نوعی میشه گفت میشه پشت صحنه ماجرا، چیزی که شما نمیبینید اما به صورت غیر مستقیم از طریق فرانت اند باهاش در ارتباط هستید. این میشه حوزه بکند یا برنامه نویسی سمت بکند. خب تو این حوزه واقعا زبانه برنامه‌نویسی خیلی زیادی داریم و همشون هم پرکاربردن و همشون هم جای خودش استفاده میشن، اما من سعی میکنم حالا اون چیزایی که خیلی مشهور هست و اینجا بگم، خدمتون توضیح بدم. یکیش همون باز جاوا اسکریپت در واقع که مثلا از نود جی اس استفاده میشه داخلش و فریمورک های مختلف دیگه. یکیش جاوا هست که مثلا فریمورکی که داریم اسپرینگ بوته که تو این حوزه استفاده میشه. یکی دیگه همون کاتلینه. کاتلین و جاوا مثل هم میمونن، یعنی اسپرینگ بوت رو میتونید شما برای کاتلین هم استفاده کنید. عرضم به خدمتتون که یکی دیگه زبون پایتون هست، مثلا فریمورکی که اینجا استفاده میشه مثلا فست ای پی آی رو داریم یا حالا جنگو رو داریم دیگه. عرضم به خدمتتون حالا زبونای سمت مثلا یکی سی شارپه که دات نت در واقع دیگه اشتباه نکنم فریمورکش بود و تو این حوزه خیلی استفاده میشه ASP.NET و زبونهای دیگه. حالا اینا چیز مثلا یکیش PHP هست، در واقع زبون PHP رو داریم اینجا، زبون مثلا روبی رو داریم و الی آخر. اینا زبونهایی هستن که تو حوزه در واقع برنامه‌نویسی سمت بک‌اند خیلی کاربرد دارن و هر کدومش حالا جاهای مختلف استفاده میشه. مثلا تو نماوا دات نت، حالا جاهای دیگه شما میبینید مثلا از جاوا اسپرینگ بوت استفاده میشه، یا من یه زبون خیلی مشهور رو یادم رفت، مثلا زبون گو که از گولنگ استفاده میشه واسه گو یا گولنگ، اونم واسه حالا برنامه‌نویسی میکرو سرویس و سمت بک‌اند خیلی کاربرد داره و اینم تو در واقع گوگل هم اینو ساپورت میکنه. عرضم به خدمتتون که حالا اینا شد در واقع زبانهای برنامه‌نویسی که سمت بک‌اند زیاد کاربرد دارن و میتونیم ما ازشون استفاده کنیم. اینکه کدومشون انتخاب کنیم بعضی وقتا سلیقه‌ای و شاید بیشتر برمیگرده به اینکه واقعا بازار کار به چه چیزی نیاز داره، ولی میتونم بگم که تقریبا از همشون بسته به مقیاس پروژه و حالا اسکیل اون شرکتی که درش قرار دارید یا اون کاری که دارید انجام میدید، اون پروژه که روش کار میکنی، همه اینا کاربرد داره. این شد حالا در واقع برنامه نویسی تحت وب یا همون وب پروگرامینگ. اگه سوالی ندارید تا اینجا که من برم و ادامهش رو توضیح بدم. همش اوکیه؟ اگه اوکی یه لایکی چیزی پیام چیزی بدین که من مطمئن شم. بسیار خب. حوزه بعدی بچه ها میشه در واقع یا بهتر بخوام بگم پلتفرم بعدی میشه برنامه نویسی موبایل یا برنامه نویسی گوشی های موبایل، که خب اینم ما دو تا پلتفرم خیلی مشهور داریم در حوزه موبایل و شما هم قطعا باهاش آشنا هستید. یکیش اندروید هست و یکی هم در واقع iOS یا همون که مال شرکت اپل. خب اندروید احتمالا حالا من خودم، حالا شما احتمالا خیلیتون گوشی اندرویدی دارید، یعنی سیستم عاملش اندروید و از اندروید پشتیبانی میکنه. خب تو این حوزه بچه ها ما یعنی محبوب ترین زبانی که تو این حوزه وجود داره و پرکاربردترینش حالا در قدیم جاوا بود و بعدش که کاتلین معرفی شد الان زبان رسمی اندروید هست و بیشتر از زبان کاتلین استفاده میشه. خب
در واقع فریمورک های دیگه ای هم هستن مثل ریاکت نیتیو که دل خودش همون جاوا اسکریپت، میتونید شما کد در واقع اندروید بنویسید، یا مثلا زبون دارت رو داریم که فریمورکش مثلا میشه فلاتر اگه اشتباه نکنم، که اینم باز یک زبون در واقع کراس پلتفرمی هست و شما میتونید علاوه بر مثلا اندروید واسه آی او اس هم کد بزنین سمت دسکتاپ و الی آخر. کاتلین و فلاتر حالا دوتاشون تو این زمین دارن به یه سمت پیش میرن. حالا این چیزاییه که سی پلاس پلاس یادم رفت، سی پلاس پلاس هم سی و سی پلاس پلاس حالا دوتاش تو این حوزه خیلی استفاده میشن حالا واسه موارد خاص، ولی خب مشهور ترینش میگم حالا قدیما جاوا بود، الان میتونم بگم کاتلین بعدش جاوا، چون کلیه کدهایی هم که توسط خود گوگل واسه اندروید ارائه میشه در واقع به صورت کاتلین هستش. خب iOS هم حالا من خودم از زیاد تو این حوزه کار نکردم، ولی خب میدونم از در واقع سویفت استفاده میشه واسه توسعهش. آیا فقط به همین بسنده میکنه؟ نه، فلاتر هم تو این حوزه کاربرد داره، چون یه زبان کلاس در واقع یک کراس پلتفرمه و کاتلین هم باز داره همین مسیر رو پیش میره و اگه اشتباه نکنم واسه iOSش هم در واقع حالت استیبلش اومد، اصطلاحاً حالت بهش میگن KMP یا کاتلین مالتی پلتفرم، که شما میتونید همزمان واسه اندروید و iOS کد بزنید. اینم از این مورد. این در واقع میشه گفت حوزه برنامه‌نویسی سمت موبایل، که حالا من خودم حالا در واقع تخصصم بیشتر تو همین حوزه هستش. آیا حوزه های دیگه هم داریم؟ بله، مثلا دسکتاپ، که واسه دسکتاپ یعنی اپلیکیشن هایی که روی سیستم عامل سوار میشن و به کاربر این امکان رو میدن که ازشون استفاده کنه، مثل همین وردی که من الان دارم توش تایپ میکنم، یا هر برنامه دیگه مثل تلگرام یا فایرفاکس، گوگل کروم، هر چیز دیگه شما توی دسکتاپ دارین ازش استفاده میکنید. اینا هم برنامه نویسی شده با چه زبونایی؟ مثلا سی پلاس پلاس که میشه گفت مشهورترینشه و پرکاربردترینشه. ما باز جاوا رو داریم، کاتلین رو داریم، فلاتر رو داریم، عرضم به خدمتون در واقع سی شارپ رو داریم. اینا زبونایی هستن که حالا تو این حوزه کاربرد بیشتری دارن و شما میتونید باهاشون باز اپلیکیشن دسکتاپ بسازید و توسعه بدید. این هم میشه حوزه در واقع دسکتاپ. حالا یه وب پروگرامینگ داشتیم سمت وب، یه موبایل داشتیم، یه دونه دسکتاپ داشتیم. حالا موارد دیگه هم هست، مثلا شما بیای برای حالا مثلا ماشین هایی که اون سیستم صوتی تصویریشون مثلا اندروید هست، اونجا برنامه‌نویسی انجام بدید، یا واسه ساعت های هوشمند دوباره شما بیاین در واقع کد نویسی انجام بدید که حالا از حوصله خارجه، ولی واسه اونا میتونیم مثال بزنیم که بازم کاتلین تو این زمینه خیلی کاربرد داره. یه موردی یادم رفت واسه برنامه‌نویسی سمت وب، حالا این به عنوان یه هینت میخوام بهتون بگم، به کسی که دوتاشو کار کرده، یعنی در این دوتا حوزه حرفه‌ای هست، حداقل از هر کدوم در واقع یک زبان رو بلده و میتونه حالا تسکای مختلف رو انجام بده، اصطلاحاً بهش میگیم فول استک، یعنی شما توی دوتا استک بک اند و فرانت اند داری کار میکنی. حالا اون کسی که تو این حوزه مهارت داره بهش میگیم مثلا فول استک دیولپر یا برنامه‌نویس فول استک. این هم از این مورد. خب احتمالاً حالا با خودتون حدس زدید دیگه، حالا من چرا کاتلین رو انتخاب کردم؟ چون تقریبا میتونیم بگیم تو همه حوزه ها کاربرد داره. کاتلین بچه ها اولین بار سال 2010 بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم، در واقع توسط شرکت جت برینز ساخته شد و توسعه داده شد. حالا بیشتر اون موقع در واقع توی به صورت رسمی نبود، یعنی بیشتر توی خود شرکت ازش استفاده میکردن. حالا شرکت جت برینز احتمالاً به گوشتون خورده، یک شرکت پیشرو در حوزه نرم افزار هست و در واقع فعالیت اصلیش هم تو حوزه ساخت در واقع نرم افزارهای برنامه نویسی هستش که شما داخلشون کد می نویسید و برنامه توسعه میدید، که یکیش مثلا میشه اینتلیجی، وب استورم و الی آخر. اولین بار توسط این شرکت
در واقع تحت عنوان فکر کنم کاترین پراجکت بود اگه اشتباه نکنم، استارت خورد و سال فکر کنم 2012 2013 استیبل شد، یعنی اولین نسخه رسمیش فکر کنم، حالا شاید هم 2015 دقیق یادم نیست، اولین نسخه در واقع کاتلین رو ارائه دادن، نسخه یکش ریلیز شد یعنی منتشر شد. و بعد از اون سال 2016 گوگل دید که واقعا زبون قدرتمندیه، تا قبل از اون از جاوا استفاده میشد. گوگل اومد و سهامش رو در واقع به نوعی خرید و گفتش که من این زبون رو پشتیبانی میکنم و سعی دارم که توی در واقع پلتفرم اندروید هم ازش استفاده کنم. میدون دیگه اندروید برای گوگله، یعنی مال خود گوگله، سهامش برای گوگل. به خاطر همین گفتش که من اینو ساپورت میکنم، پشتیبانی میکنم و از دیولپرها و توسعه دهنده های سمت اندروید خواست که ازش استفاده کنن و فیدبک بدن، ببینم به چه شکلیه و چه جوری ما میتونیم بهترش کنیم، که فکر کنم هولوش 2016 بود این اتفاق افتاد. و سال 2019 رسما گوگل اومد و گفت که زبون کاتلین در واقع زبان رسمی واسه توسعه در واقع پلتفرم های اندرویدی، چه روی تیوی چه روی گوشی های موبایل و بقیه وسایل. سر همین قضیه خب پس میتونیم بگیم یکی از زبون های پرکاربردی هست که ما میبینیم الان نزدیک چند میلیارد دستگاه رو کره زمین هست که در واقع از این نوع سیستما استفاده میکنن که با کاتلین میتونید براشون کد بنویسید یا جاوا، حالا فرقی نمیکنه. ولی خب میگم از این تاریخ به بعد دیگه گوگل تمرکزش رو گذاشت روی کاتلین و به نوعی دیگه آنچنان شما نمیبینید که کدی با زبان جاوا توسعه داده باشه. پس این اهمیت مطلب رو دوچندان میکنه که خب کاتلین قطعا یه چیزایی داره که باعث میشه انقدر یه شرکت بزرگی مثل گوگل بهش توجه کنه، که من در ادامه حالا یک سری مطالب تخصصی تر هست که صحبت کردم، لابلاش به یک سری از مزیت هایی که کاتلین برای ما میاره که مثل توی زبان‌های مثل جاوا یا بقیه زبان‌های شبیه جاوا نیستش قطعا صحبت خواهم کرد. خب این هم از این مورد. پس حالا به اهمیت و جایگاه زبان کاتلین اشاره کردم و فهمیدیم که چقدر زبان قدرتمندی هست و ما هم سعی میکنیم حالا دورمون رو با همین زبون پیش بریم. اگه تا اینجای کار سوالی ندارید که یکم دیگه بریم جلو و من در واقع محیط هایی که داخلش میتونیم کد کاتلین بنویسیم رو بهتون معرفی کنم. سوالی نیست بچه ها؟ همه چی اوکیه؟ خیلی عالی. خب چند دقیقه وقت داریم؟ خوبه، 30 دقیقه هنوز وقت هست. حالا سرفصل بعدی میرسیم به این نکته که خب حالا ما از کجا شروع کنیم؟ الان من که میخوام برنامه نویسی یاد بگیرم حالا با زبون کاتلین چیکار باید بکنم؟ چه ابزارهایی نیاز دارم؟ اولین نکته رو بگم که بچه‌ها شاید شما توی دوره‌های دیگه‌ای توی اینترنت، حالا چه پولی چه رایگان، میان اصلا قبل اینکه وارد یه زبون برنامه‌نویسی بشن یه سری مفاهیم رو توضیح میدن، مثل الگوریتم نویسی و نمیدونم فلو چارت و از این قبیل موارد. من خودم میخواستم اول با اینا شروع کنم، ولی بعد دیدم خیلی دیگه تئوری پیش میریم و یکم از اون شوق و ذوقی که دارید احتمال داره کم بشه. کم کم لابلاش خودتون میتونید اینا رو یاد بگیرین. حالا هدف من بیشتر این است که کارمون اولا با تعامل باشه، یعنی شما بیشتر مشارکت کنید و اینکه کد ببینیم و سعی کنیم لابلاش حالا اگه مفهومی هست، اگه چیزی هست اونجا توضیح بدیم. به خاطر همین من با اینا شروع نمی کنم و خب در طول دوره شما خود به خود این موارد رو میبینید و بعداً اگه خواستید میتونید خودتون مطالعه کنید و فهمش هم خیلی راحت تر میشه. خب کاتلین
بچه کاتلین یک زبون سطح بالا هستش. یعنی چی زبون سطح بالا؟ یعنی بیشتر برای آدما قابل فهمه. الان تقریبا 99% زبونهای برنامه نویسی که وجود داره در واقع هیومن ریدبل هستن، یعنی واسه آدما خوانا هستن و اصطلاحا تو دسته زبونهای سطح بالا قرار میگیرن. و خب طبیعتا این زبونا درسته که حالا ما خیلی راحت میتونیم بخونیم، انگار داریم انگلیسی میخونیم، یه همچین حالتی و متوجه میشیم و همه چی اوکیه، ولی برای سیستم حالت عادی قابل فهم نیست. سر همین قضیه باید یک چیزی بیاد و این کدهای کاتلینی که ما می نویسیم پشت سر هم رو بیاد یه دستکاری انجام بده روش، تغییراتی روش انجام بده و بیاد تبدیلش کنه به یک سری کد سطح پایین‌تر، یعنی نزدیکتر به زبان کامپیوتر، نزدیکتر به زبان سیستم. اصطلاحا ما به این واسط که کار این ترجمه کدهای زبان سطح بالا رو به سطح پایین انجام میده بهش میگیم کامپایلر. پس مثل چی؟ دقیقا مثل یک ترنسلیتور، مثل یک کسی که کار ترجمه انجام میده، میاد زبان کاتلین کداشو میگیره، کدی که ما میفهمیم رو میاد تبدیل میکنه به کدی که در واقع برای کامپیوتر قابل فهمه و سیستم اونو متوجه میشه. پس سر همین قضیه ما وقت اگه بخوایم کاتلین کد بنویسیم، ما قبلش نیاز داریم که کامپایلر مخصوص به کاتلین رو نصب کنیم که اصطلاحاً بهش میگن کاتلین کامپایلر. خب یا کاتلین سی هم بهش میگن. این یک مورد بعدی، چیزایی که تو پرانتز بگم، چیزایی که توضیح میدم برای اینه که شما مثلا بتونید روی سیستم خودتون کد کاتلین بزنید. اگه از اون نسخه وبش که در ادامه توضیح میدم استفاده کنین فعلا نیازی به این کارا نیست، ولی خب میگم که به گوشتون آشنا باشه. حالا چند تا لینک به درد بخورم پیدا کردم، حتما تو گروه قرار میدم که بر اساس اون آموزش‌ها پیش برید و مشکلی براتون پیش نیاد. خب مورد بعدی اینه که بچه کاتلین خیلی با جاوا سازگاری داره. اصلا یه دلیلش هم این بود که برنامه نویس های جاوا رو بکشه سمت خودش و خیلی سریعتر کاتلین رو یاد بگیرن و در واقع رغبت داشته باشن به یادگیری این زبون. به خاطر همین کاتلین رو یه کاری کردن که 100% با جاوا بتونه کار کنه. یعنی شما کد جاوا رو میتونید ببرید داخل کاتلین، کد کاتلین رو میتونید ببرید داخل جاوا و اجرا کنی و هیچ مشکلی هم پیش نیاد. و خب این واقعا خیلی ویژگی قدرتمندی. سر همین قضیه شما نیاز دارید که علاوه بر کاتلین کامپایلر در واقع جاوا کامپایلر رو هم نصب کنید، چون جاوا هم دقیقا مثل کاتلینه، به یک کامپایلر نیاز داره چون این زبون سطح بالاست و نیازه که کدهاش اصطلاحاً کامپایل بشن یا ترجمه بشن به کدهای سطح پایین‌تر که بهش میگیم حالا جاوا سی. پس پیش نیاز این که از کاتلین تو سیستم استفاده کنیم اول اینه که جاوا کامپایلر رو نصب کنیم، بعدش کاتلین کامپایلر رو نصب کنیم و در ادامه بیایم اینا رو به عنوان در واقع سیستم وریبل تعریف کنیم. چه شکلی در ادامه توضیح میدم. حالا فعلا مرحله به مرحله پیش بریم. پس اولین مرحله چی شد بچه ها؟ اینه که شما برید و جاوا رو نصب کنید. چجوری این کار رو انجام بدیم؟ خیلی راحت میتونید برید توی اینترنت بزنید در واقع install java for windows. خب اینو که بزنید خود سایت جاوا رو اینجا براتون میاره. میرین توی قسمت دانلود جاوا، خب accept all رو میزنیم، کوکیاش رو بگیریم. عرضم به خدمتتون که حالا این حالت در واقع اینستالرش هست که میتونید از اینجا دانلودش کنیم. مثلا من برای ویندوز رو میتونم اینجا رو بزنم. البته بهتر اینه که بچه سرچ کنیم که جاوا JDK جاوا دیولپمنت کیت رو میخوایم واسه اندروید که باز همین رو میاره بالا. اینجا JDK اینجا بزنم. خب اجازه بدید. خب میبینیم که اینجا ورژن های مختلفی از JDK رو داریم. حالا کمترین ورژنش میشه 8، یعنی مینیمم شما باید
ورژن 8 رو دانلود کنید. JDK های کمتر هم بخواید احتمالاً اینجا یه جایی داشت که فکر کنم توی جاوا آرشیو، آره اینجاست، اینجا جاوا SE 8. حالا و بیشتر از اون پیشنهاد من اینه که اگه میخواین نصب کنی حالا کفش دیگه 11 باشه، جاوا SE 11 رو دانلود کنید. اینجا این لینکش رو که بزنم میاد این قسمت. حالا بسته به اینکه سیستم عاملتون مک یا ویندوز یا لینوکس میاد یکی از اینا انتخاب میکنیم. مثلا الان واسه من که ویندوزه فقط کافیه که این فایل اگزش رو دانلود کنم و اونجا طبق مراحل، حالا اگه بازی اینا نصب کرده باشین دیگه خیلی راحته براتون، شروع میکنم به نصب کردنش و این اصطلاحاً JDK یا جاوا دیولپمنت کیت من نصب میشه. بعد که این کارو کردیم بچه ها لازمه که بریم داخل در واقع environment variable هامون یا env، به اختصار env رو که بنویسی اینجا میاد و اینجا لازمه که ما بریم و این مسیر JDK رو به سیستم بفهمونیم که در واقع روی کامند لاینمون بیاد و بتونیم دستوراش رو اجرا کنیم. حالا واسه این کار من قبلا احتمالا اینو اضافه کردم که الان دارم ازش استفاده میکنم. نیو رو میزنید، اونجا در واقع JDK رو که دانلود کردید میرید به مسیر نصبش. حالا فکر کنم مال من توی درایو F بود، پروگرام فایلز، اینجا میاید و اینجا مثلا JDK، بعد مثلا جاوا 8 اینو من انتخاب میکنم. حالا نگرفت، اول براش باید اسم بذاریم، جاوا هوم، باید حتما این اسم باشه به صورت جاوا هوم و بعدش در پایینی حالا باید دایرکتوری بزنیم که چون میخوام پوش انتخاب کنم. میام اینجا پروگرام فایلز، شما دقیقا مثل من همین، حالا من هم 11 رو دارم هم 8. خب اینو قبلا من دانلود کردم، مثلا 11 رو میذارم. اوکی رو که بزنم این اضافه میشه به عنوان سیستم وریبل هام و اینجا وجود داره. حالا مثلا من قبلا اینجا اضافهش کردم، مثلا من JDK 17 استفاده میکنم اینجا. یکیش اینه. یکی دیگه باید برید روی پث، حالا یا واسه یوزری که دارید این کارو میکنید یا برای کل سیستم، که حالا پیشنهاد میدم واسه یوزر این کارو بکنید. حالا من واسه کل سیستم این کارو کردم. میرید و روی این پث قرار میگیرید، ادیت رو میزنید، بعد اینجا که باز شد میاید نیو رو میزنید، اینجا مینویسید درصد جاوا هوم درصد، بعد بک اسلش، حالا اگه لینوکس باشید اسلش میزنید و اینجا میگید بین کوچیک. اینو که بزنید اوکی رو میزنید، کلا میاد بیرون و این باعث میشه که اون کامپایلر شما دیگه توی کامند لاین کار کنه و اگه جاواتون به درستی نصب شده باشه فقط کافیه برید توی محیط کامند لاین و اینجا تایپ کنید مثلا جاوا داش ورژن. اگه جاوا رو به درستی نصب کرده باشید اینجا ورژن جاوا رو بهتون میگه. کامپایلرش هم اگه درست نصب شده باشه میزنید جاوا سی داش ورژن، اینجا بهتون میگه که از چه جاوا کامپایلری داره استفاده میکنه و خب طبیعتا این جاوا کامپایلرتون باید با این ورژن جاواتون بخونه که همش توی اون JDK که بهتون گفتم هست، پس نگران این قضیه نباشید. برای کاتلین هم دقیقا همین مراحل رو طی میکنید. الان من مثلا کاتلین رو سیستمم نصب ندارم. چرا؟ چون اصلا نیازی بهش ندارم، چون اون آیدی که استفاده میکنیم اندروید استودیو یا اینتلیجی خودش تو دل خودش کاتلین رو ساپورت میکنه و این کامپایلرش رو همراه خودش داره و نیازی نیست نصبش کنید. ولی خب اگه بخواید نصب کنید دقیقاً همین عملیاتی که من برای جاوا اجرا کردم و شما میبرید رو کاتلین هم اجرا میکنید، یعنی میرید نسخه کاتلین کامپایلرش رو دانلود میکنید و این مراحلی که من رفتم واسه اونم تکرار میکنید به همین سادگی. خب حالا کلیه این کارا رو که کردیم نوبت میرسه به این که چی؟ کجا کد بنویسیم. ما کجا شروع کنیم به کد نویسی کردن رو سیستممون ها؟ رو سیستم هنوز در مورد وب و اینا هیچ توضیحی ندادم یا با گوشی چجوری این کارو بکنیم. روی سیستم بچه ها ما اصطلاحاً IDE های مختلفی داریم یا Integrated Development Environment. Integrated Development یا محیط های توسعه یک پارچه
فضاهایی هستن که ما داخلش میتونیم کد بنویسیم، کدامون رو اجرا کنیم، چه میدونم کدهایی که نوشتیم رو مدیریت کنیم، ادیتشون کنیم، سیوشون کنیم و الی آخر. یعنی کلیه این چیزا رو برای ما راحت میکنن. وگرنه ما حتی تو هم نرم افزار ورد مثال میزنم ما میتونیم کد بنویسیم، اما خب اجرا کردنش، تغییر دادنش، ذخیره کردنش و اینا یکم مشکله و ازمون وقت میگیره. سر همین قضیه ما میریم از آیدی ها استفاده میکنیم یا اصطلاحا بهشون ادیتور هم میگن. خب چه آیدی های مشهوری ما داریم؟ حالا یکیشو احتمالاً شنیده باشی، بهش میگن ویژوال استودیو کد یا به اختصار VS کد. خب این یه ادیتور خیلی مشهور هست، فقط برای کاتلین و جاوا استفاده نمیشه، انواع مختلف زبون ها رو ساپورت میکنه و میشه ازش استفاده کرد. حالا یه مثالش رو بخوام بهتون نشون بدم، من خودم الان رو سیستمم دارم، همچین محیطی داره، یه آیکون در واقع آبی رنگی داره و محیطش هم به این شکله. حالا مثلا من اینا کد زبون گو هست، شما میتونید بیایید و هر زبونی که میخواید رو اینجا باش کد بزنید. منتها گفتم دیگه قبلش باید برید و اون کاتلین کامپایلر و جاوا کامپایلر رو نصب کنید که بشه کد کاتلین و جاوا نوشت. این یکی از ادیتورهای خیلی مشهور و رایگانه که مال مایکروسافته. یکی دیگه بچه‌ها میشه اینتلیجی. اینتلیجی برای همین شرکت جت برینزه. من سرچ کنم اینتلیجی فور کاتلین، یه نسخه حالا رایگان داره، فکر کنم بهش میگن اینتلیجی کامیونیتی، نسخه کامیونیتیش. اینجا بیاید تو ست جت برینز و بیایید پایین، اینجا نسخه کامیونیتیش هست که اینم رایگانه، حالا برای هدفهای آموزشی و غیره. رو دانلودش که بزنید حالا میگه که مثلا فایل زیپ میخوای، اگزه میخوای یا چی. حالا مثلا همین حالت ویندوزش رو میزنید رو دانلود، اینو که بزنید این میاد توی صفحه دیگه ای و شروع میکنه به دانلود کردن. اگه شروع نشد این لینک رو بزنید، بعدش شروع میشه. حالا مطمئن نیستم من فیلتر شکنم الان وصله بدون وی پی انم باز بشه یا نه. اگه باز نشد حالا میتونید یه وی پی ان بزنید، کارتون راه میفته. فکر کنم توی سایت های چیزم هستش، تو سایت های حالا داخلی هم هست. من خودم از اینجاها دانلود نکردم، ولی احتمالاً برین توی صاف 98 یا پی سی دانلود و اینا نسخه های اینتلیجی اونجا هست که احتمالاً حالا هم حالت رایگانش هست هم حالت کرک اون آلتیمیتش. با همین حالت رایگان کارمون راه میفته، یعنی اصلا نیازی به نسخه کرکش نیست اصلا. خب و من به هیچ وجه پیشنهاد نمیدم. اینم دومین در واقع محیط توسعه. حالا بخوام بهتون نشون بدم، من اینم رو سیستمم هستش، اینتلیجی آیدی کمیونیتی. حالا مال من فکر کنم 2024 بود یا 21. بزنید یکم سنگین تره نسبت به وی اس کد، زمان بیشتری طول میکشه بیاد بالا، ولی خب امکاناتش میتونم حالا کار کردن داخلش خیلی راحت تره. شما خیلی ساده تر میتونید بیایید و کد بنویسید. حالا اینم یک مقدار کد کاتلینه، اصلا نگران نشید، کم کم به این مرحله ها میرسیم و کدهای پیچیده تر از اینم عین آب خوردن میزنید. یه همچین محیطی داره. شما میتونید بیای مثلا میگم نیو پراجکت بزنی، یه دونه پروژه جدید باز کنی، حالا اینجا اسمشو بهش بدید و پروژهتون رو بزنید رو کاتلین. گفتم دیگه چون کاتلین داخلش هست نیازی به اون نصب کاتلین نیستش، فقط کاتلین. باید جاواشو ببرید نصب کنید حتما، اون در واقع جاوا کامپایلر رو. دیگه اینجا میای مثلا اسم برای پروژهتون انتخاب میکنید، چه میدونم دمو یا اصلا تست، هرچی که دوست داشتید اینجا اسمشو میذارید. ورژن JDK رو اینجا بر اساس اون چیزی که تو مرحله قبلی نصب کردید، حالا ممکنه 11 17 باشه. صدای من دارید بچه‌ها؟ یه لحظه فکر کردم قطع شدم. 15 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من سعی میکنم حالا زودتر اینو جمع و جورش کنم. بسته به اینکه ورژنی که انتخاب کرده بود اینجا لیستشو براتون میاره یا میتونید مستقیم از اینجا دانلودش کنین. ولی خب میگم قبلش بر اساس اون چیزی که آموزش دادم، حالا لینک ویدیو هم میفرستم، بر اساس همون برین جلو، لیستشو اینجا براتون میاره. انتخاب که کردید کرییت رو بزنید، یه پروژه جدید براتون باز میشه. حالا من این کارو نمیکنم چون شروع میکنه به دانلود کردن و اینا. حتما وی پی ان داشته باشید، چون معمولا بعضی وقتا
خیلی وقتا ارور میده. بذار اذیت نشین سر این قضیه. خب اینم در واقع محیط اینتلیجه. چیزی که حالا واسه این اوایل برای ما کار را بندازه واقعا، یعنی نیازی به این چیزا نیست، ولی در ادامه حتما نیاز میشه بچه ها. پس واسه همین الان توضیح میدم که بعدا فیلمش رو ببینید. ولی خب میتونید برید توی سایت خود کاتلین، یعنی بنویسید کاتلین لنگ، اشتباه نوشتم، کاتلین لنگ. اینجا اون سایت رسمی خود کاتلین هست، katlinlang.org. اینجا صفحه اولش رو که بیارید یه گزینه داره به اسم پلی، روش قرار بگیرید. یک دیالوگ اینجا باز میشه، اولیش نوشته پلیگراوند. این پلیگراوند رو که بزنید میرید دقیقاً توی یه همچین محیطی مشابه این چیزی که توی اینتلیجی هست، یعنی همچین جایی هست. حالا بخوام نشونتون بدم، اینو بیخیال شید، اینجا رو نبینید، این فرض کنید اصلا وجود نداره. دقیقاً این همینه که اینجا وجود داره. حالا من اینم خالی کنم، دقیقاً میشن شبیه هم دیگه. شما توی همین محیط میتونید شروع کنید به کد زدن و میتونید خیلی راحت کد کاتلین بنویسید. حتی تمرینایی که بهتون میدم اینجا میشه انجام داد. خوبی اینجا اینه که رو گوشی هم میشه، یعنی شما موبایل داشته باشید میتونید اون آدرسی که بهتون گفتم رو بزنید، بیاد اینجا و شروع کنید به کد نویسی کردن. یکم سخت‌تره ولی شدنی. خب و با سیستم هم میشه، نیازی به اون مراحلی هم که قبلا توضیح دادم نیستش، چون این الان کلا داره از سرورهای خود کاتلین استفاده میکنه و اونجا مثلا جاوا و کاتلین و اینا نصبه، نیازی به این کار نیستش. فقط کافیه که اون چیزی که میخواید رو بنویسید. این هم یک محیط. نرم افزارهایی هم هستش برای گوشی های موبایل. حالا بخوام Android apps for در واقع writing Kotlin code. اپلیکیشن های مختلفی هستش. همین کاتلین پروگرامینگ کامپایلر این چیز خوبیه، کاتلین کامپایلر آفلاین. حالا برید توی پلی استور براتون میاره. یکی دیگه هم بود اسمش نمیدونم، کوتانا بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم. اونم اپلیکیشن خوبیه. حالا توی پلی استور بزنید یه چند تا رو ببینید کدومش کار باش راحت تره. حالا ممکنه در طول دوره چند تا رو تست کنید، اونی که بهتره رو انتخاب کنید. باهاش میشه در واقع روی گوشی هم کد نوشت. حالا من سعی میکنم این جلسه نرسیدم، ولی جلسه آینده براتون یه گوشی مجازی میارم بالا، یکی از اینا رو نصب میکنم ببینید سازوکارش به چه شکلی. اینا محیط هایی که ما استفاده میکنیم. آیا فقط به همیناست؟ نه، اکلیپس داریم، اونجا میشه کد نوشت. نت بینز داریم، اینا هم باز آیدی های مشهور دیگه ای هست که استفاده میشه. اما اینایی که بهتون گفتم دیگه پرکاربردتریناشه، یعنی اون اینتلیجی از همشون پرکاربردتره، بعدش وی اس کد، چون تعامل باشون خیلی راحت. خب سوالی ندارید بچه‌ها؟ حالا شاید یکم گنگ شده باشید، اصلا مسئله‌ای نیست، یعنی ویدیو رو بعداً ببینید سوالاتون قطعاً تا 90% قول میدم برطرف میشه. اگه 10% هم میمونه یا 20% اینو در واقع ویدیو آموزشی میفرستم، بر اساس اون برید جلو حل میشه. جلسه آیندهم اگه کسی مشکل داشت، بیشتر منظورم اون کسایی که از سیستم استفاده میکنن و رو سیستمشون نتونستن هنوز نصبش کنن درست، میتونن بپرسن اول جلسه، من هستم جواب سوالشون رو میدم. خب حالا بذار این جلسه رو همینجوری تموم نکنیم و یه کد خیلی کوچیک در واقع با زبون کاتلین بنویسیم و خب ببینید خروجی کار به چه شکلیه. خب میبینید بچه، حالا کسی هم که دانش برنامه نویسی نداشته باشه، تایممون هم رو به اتمامه 11 دقیقه، دانش برنامه نویسی نداشته باشه میتونه اینا رو بخونه. مثلا اول حالا فان این نمیدونم چیه، مین یه جوریه ولی اینو متوجه میشم. مثلا نوشته پرینت ال حالا من واسه راحتی این ال هم حذف میکنم، بعدا میگم فرقشون چیه. اینجا نوشته آها پرینت یعنی چاپ کردن. خب اینجا یه مقداری نوشته، مقداره رو میتونم بخونم، ظاهرا یه متنه، مثلا نوشته هلو پروگرامرز و الی آخر. میبینی که خوندنش خیلی راحته، یعنی عین انگلیسی خوندن چجوریه. شما به همین شکل میتونید کد رو بخونید و الان اگه من روی ران بزنم انشالله که خطایی نده با یه خط کد، میبینیم که در
محیط کنسول یا این محیطی که پایین داریم رو صفحه من این عبارتی که نوشته بودم رو داره چاپ میکنه. بهتون تبریک میگم، شما الان در واقع یه پروگرامر هستید. خب البته زیاد حالا مغرور نشید، خیلی مونده، هنوز اول راه. این در واقع یه خط کد به زبون کاتلین هستش واسه چاپ کردن یک مقداری. هر چیزی رو بخوایم چاپ کنیم میتونم بنویسم پرینت پرانتز باز و بسته اون مقداری که میخوام رو داخلش قرار بدم و بوم اینجا میبینم نتیجه رو بهم نشون میده. حالا خیلی ساده الان گفتم، جلسه بعد قشنگ اینو بست میدم، مثالای بیشتری ازش میبینیم. مثلا من اگه بخوام عدد اینجا بنویسم چی؟ اگه بخوام عدد چاپ کنم، اگه بخوام ضرب انجام بدم، تقسیم انجام بدم، جمع انجام بدم یا هر چیز دیگه ای، این چجوری اینجا نمایش داده میشه؟ آیا این پرینتر رو من همیشه باید کوچیک بنویسم؟ اگه بزرگ بنویسم چه اتفاقی میفته؟ یه ال ان اینجا نوشته بودی، این برای چی بود؟ همه اینا رو انشالله جلسه آینده خدمتون توضیح میدم. جلسه آینده خیلی مهمه، خیلی 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 مهمتر از این جلسه و جلسه قبله، چون دیگه شروع کارمون هست. من اگه عمری باقی باشه حالا یه کوچولو در مورد این پرینت کردن توضیح میدم، شما هم یه کوچولو شاید کد بنویسید، بعدش میریم سراغ دیتا تایپ های مختلفی که توی کاتلین داریم و ازشون استفاده میکنیم. خب حالا ارائه من تموم بچه ها. اگه سوالی چیزی یا ابهامی در نظرتون هست من گوش میدم، میتونید میکروفونتون رو وصل کنید بپرسید، اگرم نه که کم کم جلسه رو تموم میکنیم.